برای کل مردم مسلمان، برای خستگان زار و سرسان، برای مادران و مادر جان، مبارک باد گویم عید قربان. پدرها را کنم تبریک از دل، دعای خیرشان در ساز مشکل. به نادان و به دانا و به عاقل، مبارک باد گویم عید قربان. برای دادران و خواهرانم، برای دوستان مهربانم، ز خرسندی رسانم ارمغانم، مبارک باد گویم عید قربان. برای کل یاران مسافر، به کلی بیمداران مسافر، به جمعی همدیاران مسافر، مبارک باد گویم عید قربان. به هر زندانی دل ریش و خسته، به آنی که پر و بالش شکسته، به یاران زیار خویش رسته، مبارک باد گویم عید قربان. برای بی پرستاران بیمار، برای کارگران و بحر بیکار، به منزل گل و بر منزل خار، مبارک باد گویم عید قربان. برای حاجیان در زیارت، شهادت داده انگشتی اشارت، خدا یکتا و ما را نظارت، مبارک باد گویم عید قربان. شتابید سوی مسجد خداوند، ز امر معروف مسجد گیرید پند، مسلمانیم شویم ما یار و پیوند، مبارک باد گویم عید قربان. به ذکر حق مجوی هرگز بهانه، به مسجد رو چی میگیری ز خانه، که تا سال دیگر هستیم یا نه، مبارک باد گویم عید قربان. خدایا بهترین روزی ثواب است، برای تشنگان مانند آب است، کسی دارای ایمان در شتاب است، مبارک باد گویم عید قربان. صلوات بر رسول حق فرستیم، مسلمانیم اگر با ذکر گریستیم، شفاعت گر نکرد آخر که کیستیم، مبارک باد گویم عید قربان. نظر کن بهترین روزی سعید است، سری سال به ما یک روز عید است، خدا دوستدار قوم متحد است، مبارک باد گویم عید قربان. زید است هرگز مده این روز خوش را، بفرما کار ای دوست عقل و هوش را، بدار پاکیزه از شر چشم و گوش را، مبارک باد گویم عید قربان. خدایا مغفرت سازی گناه را، نداریم غیر تو پشت و پناه را، ز کار شر پناه داری نگاه را، مبارک باد گویم عید قربان. کسی را گر بداند محکمی پر، کند تبریک به لبخند با دلی پر، خدایا قلب ما را دار مسرور، مبارک باد گویم عید قربان. برای کل مردم مسلمان، برای خستگان زار و سرسان، برای مادران و مادر جان، مبارک باد گویم عید قربان. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران، مادران، برادران و خواهران در وطن و مسافر من، بنده همه شما را با این روز سعید شاد باش گفته، از درگاه خداوند عمر دراز، بخت و سعادت، مغفرت گناه، مستجاب کلی دعاهای خیر دعا دارم. الهی هر برادر و خواهر که در راه سفر قرار دارند، صحت و سلامت به نزد پدر و مادر آمده رسیدن نصیب روزشان گرداند و در خاندانشان فیض و برکات نصیب گرداند. البته ناگفته نماند که این مصرع هایی که در بالا شنیدیم از جانب برادر اول قدر ما و شما اکی جمشید محکم پور ایجاد گردیده. الله تبارک و تعالی این روز سعید را بر خاندان اون برادر نیز مبارک گرداند. الله تبارک و تعالی یار نگهبان همه شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت.